سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که وای فایتون عالی باشه، حالتون هم خوب باشه، اینترنتتون هم همیشه وصل باشه. خب، یه خبر خوب دارم. امروز اومدیم برای پارت دوم بازی هیومن فال فلت که خیلی خوب ازش حمایت شد توی پارت یکش. اگه نمیدونید که چه اتفاقاتی برای ما افتاد، برید پارت اولش که تو کانالم هست رو ببینید. و اینکه سابسکرایب چنل من فراموش نشه. این ویدیو رو حتما لایک کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو روی آل بذارید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم پیامکش واسهتون بیاد و بیایید و ویدیوی خفن جدید منو تماشا بنمایید. بزن بریم سراغ پارت دوم بازی هیومن فال فلت، ادامه ماجرا. اگر یادتون باشه تو پارت قبلی ما داشتیم گلف بازی میکردیم در واقع، و الان میخوایم بریم دقیقا ادامه همونجا. خب بچه ها، اگه یادتون باشه تو پارت قبلی همینجا خداحافظی کردیم و میخوایم حالا بریم ادامه. یه دونه اینا رو میگیریم و بعد چیکار کنم؟ تاپ داریم میخوریم. ایده ای ندارم که خب اینجا دکمه هست، یه دونه توپ رو فرستیم سمت اونجا. باید بریم تو سوراخ. خب رفت فکر کنم. من توپ رفت دیگه. اینم از این. پس رد گنده دیگه کارش نمیشه کرد و بپرم پایین تا درست شدی. آخه من چه کارم؟ من کی هستم؟ بنده یه راننده تریلی هستم. فوری اسپان بشه. بپر حالا باید بیایم این ور. میخواد پرتو میکنه این ور پرتو میکنه فکر کنم. وای میسیم این رفت یه پرشو جونونه بر میگرده. نباید بذاریم مثلا بزنتمون کلن. اوکی گرفت. خب دیگه لازم نیست کار سختی بکنیم. اینو باید بریم بالا فکر کنم. فکر نمی کنم 100% باید بریم همین بالا. خب اینجا ماشین هایی من میبینم. این فکرم باید بذارم برم بالاش و برم اونجا. اصلا نمیرسم. خب نره پایین نره. خب من الان باید با اون چی کار میشه؟ ریسپان میشه دیگه. آره یه جوری خودم برسونم. فکر کنم فهمیدم. نه نفهمیدم. اشتباه میشه. برگردیم شاید فیک این رو ای بابا. دوباره برمیگردیم همون پایین که ببینیم آخه من چه کارم؟ چه اتفاق. خیلی سخت شد یهو مغزم نمیکشه. اگه فیک خب بابا اینجا وارنینگ زده یعنی نیا این ور دیگه. خب فکر کنم باید بریم روی این طبیعت هم. نزنه باید اینو میریم اینجا. خب آرامش خودمون حفظ میکنیم و با رضایت کامل خودمون میپریم پایین که یه رو دیگه ریسپان بشه. یکم داره میره تو مخم حقیقتش. بعد میایم اینجا. حالا پرتو میکنم. بزن. آخه من خب این که جای منو پرت نکرد. خب دوباره اینجا ریسپان میشن. ای بابا داره میره تو مخم. دوباره پرت شدم پایین. ای بابا ول من کن تو رو خدا. باید برم اون بالا یه جوری، ولی خب معلوم نیست. این چوبه ما رو یه جایی پرت کنه که نمیدونم کجاست. واسه همین یکم گیر میشم که الان باید اینوری پرتم کنم یا اونوری.
ولی حالا ما میایم این رو. بزن. آها گرفتمش. اینجا بودیم ما قبلا بچه. فهمیدم. آی گرفتم. وای خب دوباره از اینجا. خب من دوباره رسیدم به اینجا بچه. دوباره همینجام. ببینید بچه ما باید برسیم به اونی که الان دارم بهتون نشون میدم. ولی خب اصلا مشخص نیست چجوری. اینش واسم سخته. بذار برگردم این ور. ببینید بچه من خودم برسونم به اونجا. فکر کنم من خودم برسونم به اونجا. باید چجوری؟ سوال من اینه. اینجا زدیم رفت اون تو، بعد رفت اون تو سوراخه بچه ها، بعد اینجا حرکت کرد، بعد طبیعتا باید اینجا رد شیم. این که دیگه کاری باش نداریم. این داره اینو تکون میده. اینو میاییم اینجا. اینو خب بهتر به نفع ما. بعد میامدیم اونجا، بعد میگشیم همینجا، بعد یه جور بریم بالا. اینو من نمیدونم. هیچ کدوم همون نمیدونیم دقیقتش. گرفتم. برو بالا. نجات دیگه. بازی کردن این واقعا یه اشتباه محضه، ولی خب برای شما هر کاری میکنم. خب اینم میاریم. مطمئنم خب اینا علکی که نیستون بالا دیگه در میخورن. ولی خب مشکل همینجاست. چه در به چه عدوی میذاریم اینجا. بعد فکر کنم گرفتم. فکر کنم مطمئن نیستم. چرا حالا اومدن روی ماشینم سخته. یکم کنترل کردنش سخته. بیا این آدم. آفرین. خب اینو میاریم اینجا، میریم روش. نمیدونم دارم چیکار میکنم، ولی یه ربطی به این ماشینه داره. آقا من میدونم. گرفتم بچه ها. فهمیدم. خوبم فهمیدم. انده جلو. یه کوچولو میریم جلو. نه یکم بیشتر. اوکی میرسیم مثلا. نه خب یکم عقب‌ترم میتونم نگهش دارم. بچه ببینید بعد یکم بیارم عقب. خب اوکی. خب حالا میایم اینجا. خب من یه فکر دیگه کاملا داشتم متاسفانه. یه جوری باید خودمون برسیم به سقف این ماشینا. اینا زده به این ور، یعنی این ماشینه یه ربط. فکر کنم اینم باز معنوی خاصی داره. یکم برو بالا.
فهمیدم امیدوارم همین باشه، چون اگه همین نباشه واقعا اذیت میشه. اشکال نداره، امید دارم. میریم بالا همکنون، دوباره سر میخوریم میایم پایین. خیلی اعصاب خورد کنه، وای به خدا بیفتی ها. از همینجا میشه رفت، دستامون رو بگیریم بالا یه جام بذار. آره دیگه من بلد نیست. دوباره دستامون رو میگیریم آتش فشانه رو ندیده بودم من. دستامون رو میگیریم بالا یه جام به خفن. یس گرفتم. برو. حالا باید یه جام به خفن دوباره بزنم هم نمیگیره لحجه رو گرفتم من. بچه کاری از دستم ساخته نیست واقعا. من تسلیم میشم در برابر این بازی، چون واقعا نمیدونم چیزی رو عددش کنم. بچه متاسفم امکان نداره بشه اینو رد کرد، امکان نداره. امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو، چون ویدیو تمومه. خب بچه ها واقعا متاسفم که نتونستم این مرحله رو واسهتون رد کنم، خیلی سخت بود واقعا. حالا باز شما اگه میدونید چجوری باید اون مرحله رد میکردم، لطفا حتما داخل کامنت ها واسم بنویسید که اگه شد تو پارت بعدی اونو ادامه بدیم و بتونم از کامنت های شما استفاده کنم تا اونجا رو رد کنم. ولی اگرم که ننوشتید دیگه، تو پارت بعدی این بازی مپ جدیدی رو انتخاب میکنیم و از اول یه مپ دیگر رو میریم، چون این واقعا سخت بود. اولاش آسون بود و یهو سخت شد. و اینکه مثلا توپ گلف رو با هم مینداختیم تو سوراخ‌های همون گلف، چاله‌های گلف، واقعا لذت بخش بود. ولی متاسفانه یه ادامهش رو واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. حالا اگه شد میتونم توی یوتیوب و کلا برنامه‌های فضای اجتماعی، سوشال مدیا، فضای مجازی بتونم یه سری ویدیو ببینم و شاید تونستم یه روز دیگه ایشالا در پارت سوم این بازی ردش کنم. لایک این ویدیو فراموش نشه، حتما چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله اعلام ها یا همون نوتیفیکیشن رو روی آن بذارید که هر وقت ویدیوی جدید گذاشتم یوتیوب بهتون پیامک بده تا بیاید ویدیوی جدید من رو تماشا کنید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار و بالا.